باز کردن از این پله ها اومد را 7 مرتبه زمین ادب و روسی در مقابل امپراتور. ای خداوند نگاه به ایران شهر، لشکر توران آمده تا سرحد مرز، 70,000 مرد جنگی. صنایع دستی رو در قاب خودش تنها بذاره، شاید دنیا یا هموطنان یا مشتاقان هرگز مطلع نشن. معرق در واقع یک جور نقاشی کردن با رنگ‌ها و نقش‌های طبیعی چوب‌های مختلف هست که حالا تکنیکی که من کار می‌کنم با عنوان ظریف نگاره، یک نگاهی داریم که ضعف‌های تکنیکی که رایج بوده برطرف بشه در اجرای آثار معرق و بیانی باشه برای ادبیات ما، تاریخ ما، آثاری که داریم کار می‌کنیم و یه مفاهیمی به این شکل رو دنبال می‌کنیم. مهمترین اهداف برگزاری جشنواره‌ها در واقع توجه دادن مخاطبان و جامعه به حیطه موضوع جشنواره هست. بنده به عنوان دبیر اجرایی این جشنواره سعی کردم با هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده که حاصل تلاش همکاران من در بخش‌های مختلف هست، تقسیم بندی کمیته‌ها را انجام بدیم تا به این بهانه بتونیم بخش‌های مختلف جشنواره رو در جهت بهتر برگزار شدن مدیریت کنیم و هدف اصلی در واقع ارتقای سطح کیفی برگزاری بود. در دایره عدم قطعیت به شدت آسیب پذیره. این عدم قطعیت که میگیم چیه؟ ما 4 دوره در تاریخ بشر اقلاً داشتیم، دست کم میتونیم بگیم. عصر کشاورزی بود، یه 12,000 سالی طول کشید. همه چیز پیش بینی پذیر بود، تنوع بود، فصل‌ها بودن، کاملا ساده بود زندگیمون. عصر صنعت که در موردش صحبت کردیم، آتش رو مهار کردیم، زورمون زیاد شد، احساس خدایی کردیم، زدیم همه چیو داغون کردیم. بعد یه جایی رسید که کامپیوتر اومد، دانشمون رفت بالا، بهش رسیدیم به اینکه عصر دانایی هستش. هفتمین جشنواره بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر، تهران، 26 بهمن ماه تا 4 اسفند 1401.